بریم واسه تعویض لنت ترمز دیسکی. ابتدا دو تا پیچ روی کمک پایه‌های پمپ دیسک بهش وصل شده رو باز می‌کنیم و پمپ ترمز رو در میاریم. ببینید روی پمپ دو تا پیچ داره که آلن 6 میخوره. این دو تا پیچ رو هم باید باز کنیم که لنت جلو آزاد بشه. بعضی مواقع این دو تا پیچ به جای این طرف اون سمت دیگه پمپ که خب توی باز و بست و تعویض لنت در هر دو شکل هیچ فرقی نمیکنه، فقط جاشون عوض شده. یه نکته مهم بگم همین وسط، این تعویض لنت دیسک تو همه موتورها به یه شکل انجام میشه و فرقی نمیکنه موتور آپاچی، هونداست، بنلی، تریل یا هر موتور دیگه، چون ساختار پمپ یه شکله. فقط شکل و اندازه لنت ها با هم دیگه فرق میکنه که شما قبل از تعویض لنت اول ببینید چه مدل لنتی روی موتور نصبه. ما واسه اینکه تایم کلیپ زیاد نشه سرویس و تمیزکاری پمپ رو نمیذاریم، ولی شما حتما این قسمت دو تا بوش داخل پمپ رو تمیز کنید و روغن کاری کنید تا ترمز عملکرد بهتری داشته باشه. دو تا لنت رو به این صورت روبروی هم داخل پمپ قرار میدیم روی پولکی کف این قسمت لنت ها پولکی داره که شبیه فنر عمل میکنه. با یه دست دو تا لنت رو به سمت پایین فشار میدیم و با یه دست دیگه‌مون پیچای نگهدارنده لنت رو میزنیم سر جاشون که از سوراخ‌های دو تا لنت رد بشه و برسه به رزبه‌های کف و پیچ‌ها رو با آلن محکم میبندیمشون. اینم بگم فرقی نمیکنه ترمز جلو دیسکی باشه یا ترمز عقب، چون تعویض لنتش یه جور انجام میشه. موقع جا زدن لنت ها باید وسط دو تا لنت یه خورده فاصله داشته باشه از هم تا صفحه دیسک وسط دو تا لنت جا بشه. بعد دو تا پیچ روی کمک پایه‌های پمپ ترمز رو نگه می‌داره هم سفت و محکم می‌بندی. این از آموزش تعویض لنت ترمز دیسکی. طریقه هواگیریش هم یک کلیپ داخل پیج گذاشتیم که میتونید ببینید. اگه از این آموزش خوشتون اومد با لایک کردن این کلیپ از ما حمایت کنید تا بتونیم کلیپ‌های بیشتری واسهتون بسازیم. نظری یا سوالی داشتید توی کامنت ها بگید، همه رو میخونم و جواب میدم. ممنون از حمایت شما عزیزان.